پیام روز 102. درود بر تو که امروز این لحظه را برای آگاهی و نور انتخاب کردی. با هم در سکوت گوش می سپاریم به پیامی که فرشتگان برای امروز ما فرستاده‌اند. چند دم بازدم عمیق بگیر و آماده دریافت باش. به خودتان هدیه بدهید. چرا برای هدیه دادن به خودتان منتظر موقعیت خاصی هستید؟ شما در طول زمانهای معمولی زندگیتان بیشتر به پاداش نیاز دارید. لازم نیست هدیه‌ای که امروز به خود می‌بخشید گران یا پرزرق و برق باشد. می‌تواند مجانی باشد. فقط باید قلبتان را به ترنم درآورد. امروز را با فکری روشن و آزاد شروع کنید و اجازه بدهید شما را به سوی بهترین جایزه برای خودتان هدایت کنند. این هدیه می تواند یک فعالیت مثل سینما رفتن و یا خواندن کتابی خوب و یا دریافت خدمتی مثل ماساژ باشد. ممکن است حتی استراحت در وان و یا چرت بعد از ظهر را ترجیح دهید. مسلماً در هر روز فقط نباید یک هدیه بگیرید. هر چند بار که حس می کنید هدایت شده اید، با هدیه‌ای به خودتان پاداش دهید و منافع شادی و شور و شوق زیاد را تجربه کنید. اندیشه امروز: به خود هدیه می دهم و از این شکل مراقبت از خودم لذت می برم. من سزاوار دریافت هدیه‌ای خاص هستم و با عشق به خودم پاداش می دهم. باشد که این پیام روشنایی امروزت باشد تا فردا در پناه نور.